افتخار رو دارم که در این ویژه برنامه میزبان جناب آقای سام منتظری باشم، تحلیلگر ارشد سیاسی و فعال سیاسی جمهوری خواه. جناب آقای منتظری، سلام و درود فراوان بر شما. خیلی خیلی خوش اومدید. سخن از محاکمه علی خامنه‌ای جنایتکار و خوناشام هست در دادگاه عالی بشریت و در دادگاه‌های بین المللی از جمله در لاهه. توضیحات شما رو میشنویم و هر سخنی که در راستای امیدآفرینی برای ملت به پاخاسته ایران است که این رسالت و شرافت انسانی و رسانه‌ای ماست. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اجازه میخوام روال همیشه سلام عرض ادبی داشته باشم خدمت شما استاد کیانی و هموطنان عزیزم. کماکان دلارامی آرزو کنم و تسلیت به ملت ایران، تسلیت به وجدان عالی بشریت، تسلیت به بشری رو که کماکان در 8 میلیارد انسان در 4 گوشه دنیا هنوز در شوک و در بهت و در حیرتند و از ابعاد فاجعه. 302 ساعت پس از آن که ایران رو خاموش کردن، همه ایران رو در یک سلول ایزوله انفرادی قرار دادن، 90 میلیون نفر رو گذشته، هنوز قطره چگانی 1%، 3%، 5%، کاشکی 97 99% است کل ماجرا رو تا حالا میفهمیدیم و اینقدر بیقراری، اینقدر استرس، تشویش، نگرانی، چرس کنم ایرانیان سراسر جهان و وجدانهای بیدار. فقط هم رفتی به ایرانیان در 4 گوشه دنیا. ایران کماکان جز سرتیتر خبر بین 15 تا 17% خبر رسانه‌های جهان و از توکیو، سیدنی، تورنتو تا نیویورک رو پوشش میده. آن چیزی رو که میگذره اخبار لحظه‌ای داره رله میشه. خبر خوش آن است که فوکوس بزرگی و فوکوس مستقیمی به جلاد قرن 21 از 20 به 21 شاد جلاد دو قرن علی خامنه‌ای فوکوس شده و قرار است که علی خامنه‌ای مثل خیلی از به ساب دیکتاتورها، جنایتکاران به دیوان کیفری لاهه که از 1998 با 123 عضو، یک عضو چندی پیش دوباره در آمد، 122 عضو به حساب یک محکمی است و شورای محکمی است که از 14 قاضی درجه 1 تراز اول جهان از ملیت‌های مختلف به حساب تشکیل شده و تا حالا تونستی قوت قلبی باشد، دلخوشی باشد برای اینکه در واقع شر و عظما که همانا مثل علی خامنه‌ای، انسان‌های شرور، قاتل، خوناشام بتونن اونجا محاکمه بشن. چیزی که به حساب قوت قلب است دیگر چین، دیگر روسیه، دیگر شورای امنیت ملی حق وتویی وجود نخواهد داشت. آن 14 قاضی شرافتمندن که میآیند حساب در یک پروسه این محاکمه رو شروع میکنن. جمعه روز بزرگی برای تمام سازمان‌های حقوق بشر دنیا که بالاترین دغدغه‌شون مسئله و میز کارشون و به حساب کیس کارشون ایرانه. جمعه 3 بهمن در واقع شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه میذاره، اونجا راجع به چند مورد صحبت میکنه، از جمله کمیته حقیقت یا به سازمان ملل که تمام تمهیدات، تمام در واقع مستندات خودش رو از جمله در یک پروندهش رو که من لحظات پیش تونستم از عفو بین الملل توضیحاتی ببینم، اینه که یک پرونده 347 نفر رو از کهریزک و اون مونیتوری که بیرون 5 دقیقه و 17 ثانیه پیش اومد تصاویر رو تونستن به کیس در واقع اعلام احراز صلاحیت هویت بکنن و تمام مستنداتی رو که حالا من میگم 3% تا 5% رو بخوان به عنوان مقدمه در اون شورا در واقع پیگیری کنن و این مقدمی است که علی خامنه‌ای برود دادگاه بین المللی کیفری لاهه و آنجا به عنوان یک جنایتکار، لازم به ذکر حالا شاید حوصله مخاطبا اجازه نده، یک نمونه کارهایی رو هم داشته راجع به در واقع سودان، دارفور سودان، در راجع به در مورد آفریقا 5 نمونه کار داشته، 14 نفر به حساب محکوم بین‌المللی داشته در 4 گوشه دنیا. 2 نفر منتظری. سوالی که مطرح میشه همینه که تا چه اندازه حکم این دادگاه الزامات حقوقی و کیفری داره و
میتونه به جد کمک بکنه به این که علی خامنه‌ای تحت تعقیب قرار بگیره، آنچه که آرزوی مردم ایران و نه اینکه یک آرزوی دست نیافتنی بلکه خواسته مردم ایران. من نگاهی به کامنت های بینندگان داشتم، تاکید داشتن بر این که چه خوبه که علی خامنه‌ای به دست ملت ایران بیفته و توسط ملت ایران محاکمه بشه. به هر حال سوال من اینه که حکم این دادگاه تا چه اندازه الزام آور هست از نظر حقوقی و کیفری در سطح بین المللی؟ بستگی داره که صاحبان پول و قدرت و ثروت و سرمایه و سیاست در جهان چقدر زد و بند کنن و چقدر با هم دیگه در تقابل و منافع باشن. شخصیت هایی هستن که کماکان مثلا نخست وزیر فلان کشورن و این چنین حکمی گرفتن ولی میتونن پرواز کنن. به آن چیزی که برای من به عنوان کسی رو که شاهد بوده، حداقل این که دیوان کیفری لاهرو و ساختارهای زیر مجموعه به حقوق سازمانهای حقوق بشری سازمان ملل رفتن و سر صدا کردن هیاهو برای جهان، ببینیم که این هیولاها هیچ کسانی بودن. به نظر من از خود گرفتن علی خامنه‌ای که اصلا مشخص نیست شیشه عمرش، اصلا مشخص نیست که مثلا یک پزشک اجازه بدهد که از تهران به لاهه 5 ساعت رو پرواز، آیا میتواند جسم جان رنجور مریضش، این موجود مالیخوریایی، امکان ادامه تنفس برای 5 ساعت هوایی رو دارد یا پزشک میگوید که ممنوع است؟ آن چیزی که برای من مهمه این وسط اینه که دنیا در فوکوس این قرار میگیره که چنین هیولایی آمده است چنین به حساب جنایت عظیمی کرده. من ابا دارم و از اینکه غصه میخورم و شرمسارم، خجالت زدم از اینکه بخشی از اخبار رو اینجوری بخوام به حساب علنی و چرت کنم، بی محابا بخوام بگم و دل ملت رنجور ایران رو به درد بیارم. ولی حقیقت این است که ما اصحاب رسانه گفتن و شنیدن و به زبان آوردن بعضی از اخبار به خاطر هر تعلق و تعصب و عشقی که به ایران داریم برای ما سخت داره. ولی اجازه میخوام که خودم رو جمع جور کنم. مایساتو در واقع گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل کمتر از 5 کشور دنیا گزارشگر ویژه دارن. جاهایی گزارشگر ویژه گمارده میشه یا مسئول و میز کار مشخص که کشورهای شرور، کشورهای حکومت‌های شرور و قاتل مثل جمهوری اسلامی دارن. ایشون اومده به برای اولین بار یک گفته‌هایی رو داشته، البته که بسیار سخته. ایشون گفته که آن اعداد رقمی رو که تا به این لحظه داریم، اون عدد رقم عددش میتونه بالا بره و ایشون در 3 جمله گفته که این عدد رو به 20,000 و بالاست. من همه وجودم میلرزه. آقای منتظری اجازه بدید یک نگاهی هم داشته باشیم به دیگر جنایت هایی که عذرخواهی میکنم جناب منتظری، ادامه صحبت های شما رو میشنویم. عرض بنده اینه که ما دقیقاً آمار و ارقام این چنین وحشتناک رو داریم در جنگ تحمیلی که خمینی پیشوای نخست این نظام جنایتکار بر 2 ملت ایران و عراق تحمیل کرد. بنابر گزارش اولیه BBC در اون زمان از تعداد فقط کشته های ایرانی در جنگ تحمیلی خمینی علیه 2 ملت ایران و عراق چیزی حدود 191 هزار از طرف ایرانی کشته شده بودند که آمار خود حکومت و آمار مرتبط با منابع حکومتی در ایران این رو چیزی حدود 221,682 نفر اعلام کرده در 8 سال. ولی علی خامنه‌ای فقط در 2 روز 12,500 16,500 10,000 20,000 حتی برخی از گزارش ها حاکی از 30,000 و بیشتر هست و روزانه و لحظه به لحظه، حتی اون لحظاتی که یه جوری دسترسی گزارشگران به اینترنت فراهم میشه، مثل آنچه که خانم الهی محمدی از روزنامه توقیف شده میهن خبر داد، در تهران برف میاد مردم باید شادمانی بکنن، اما اون سردی و یخزدگی ناشی از جنایتی که علی خامنه‌ای بر ایران، بر تهران، بر این مردم تحمیل کرده خیلی وحشتناکتر از اونه که وجدان هر انسانی رو به درد میاره. آیا واقعاً
با این شرایط، با این آمار، جهان باری دیگر در برابر این حجم از جنایت سکوت خواهد کرد و مشخصا شخص دونالد ترامپ رئیس ایالات متحده آمریکا که گفته بود به شما کمک میکنیم. توضیحات شما رو میشنویم. ببینید آنچه که حدودای ساعت 4 سحر صبح در واقع به وقت اروپا مایستو بخشی از گزارشی رو که آماده کرده برای جمعه ارائه بده به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و سازمان‌های زیر مجموعه، ایشون قلم و خودکاری رو که رو به کاغذ و یا آن چیزی که در مونیتور یا در سیستم داتای رسمی و علنی اعلام کردیم، عددیه که نمیشه چجوری بگم 20,000 رو تقسیم بر 48 ساعت بکنیم، 1 دقیقه 1 ثانیه 3600 ثانیه آیا به ساعت حساب کنیم، به دقیقه به ثانیه حساب کنیم، یک جنگ تمام عیاری بوده برای خونریزی. آیا مثلا ظرف 3 سال آیا در محاصره مثلا کرمان آقا محمد خان به پادشاهان عجیب و غریب چشمان در آوردن، در تفلیس 20,000 چشم چقدر طول کشیده؟ آیا آن چیزی که مثلا در مورد یورش مغول ها گفته میشه؟ ما باید بریم دنبال تمثیل های تاریخی. اجازه میخوام، مکالمه‌ای داشتم 3-4 بار مراجعه کردم شخصی به یک دوستی در طول این 302 ساعت مخصوصا خاموشی و این 12-13 روز. استاد تمام ریاضی محض و راجع به حساب آمار علم و اطلاعی که از یک دانشگاه معتبر دانشگاه گفتم اگه 1863 شهر رو ما در نظر بگیریم، آن چیزی که وزارت کشور در واقع رسما شهر اعلام کرده 90 میلیون نفر، اگر 31 استان رو به صورت استانی تقسیم کنیم، مثلا شارود بین 650 تا 700 نفر، شهرهای 300,000 500,000 1 میلیون، آیا میتونی یه لگاریتمی و یک در واقع علم ریاضی محض به اضافه فلسفه و منطق بیاید یاری بکند و آن چیزی که از افلاطون و از ارسطو به این طرف به حساب حکم منطق محض آمده است، آیا علوم انسانی میتونه کمک بکنی که عدد چقدره؟ شوربختانه متاسفانه به یک نتایجی این دوست و به حساب چند تا از شاگردان و ایرانی‌ها در یک دانشگاه که مجاز نیستم اسمشون رو بیارم خواستم که منتشر کنن، گفتن که این وحشت عظیمی است برای شهرهای 20,000 نفر، 50,000 نفر، 100,000 نفر، 300,000 نفر، 500,000 نفر و 1 میلیون یه به حساب برنامه‌ریزی نرم افزاری درست کردن و شوربختانه متاسفانه بدبختانه آن چیزی رو که به حساب شهر به شهر تا حالا آمارهایی که اومده، این عدد از نظر منطق ریاضی محض هم میتونه حقیقت داشته باشه. یعنی ما نمونیم به این که تک تک بخوایم به حساب جنازه ها رو بخوایم بشماریم. در یک شهرستانی در به حساب گیلان در رودبار، تمام آن چیزی که به حساب 22 بهمن 1357 رسید یک طلبه‌ای بوده است که البته که میگویند که تصادفی بوده است و کشته شده کشته نشده 1 تا 3 نفر بوده، ولی تعداد کشته ها در یک شهرستان رو به حساب من مقایسه کردم به آن کشته هایی که عمادالدین باقی در مورد انقلاب جمهوری اسلامی در واقع گفته و شهرستان دیگری در شرق استان گیلان. من همش دنبال اینم که مگر امکان دارد شدنی است، نکن قلوب است، اگزاجریشن به قول انگلیسی زبانا، مبالغه است. ولی شوربختانه متاسفانه بدبختانه آن چیزی رو که به حساب جرأت کرده مایستو دیگه مثل من به عنوان هموطن شما که میخوام اینجا درد دلی کنم، به حساب زجه بزنم، مصیبتی رو واگویه کنم یا هر کاری که میتونیم بکنیم به قول شما انرژی مثبت بدیم، ایشون چیزی رو که منتظری من عذر میخوام الان نیازی به زجه زدن من و شما نیست. اون کسی که داره زجه میزنه علی خامنه‌ای که میدونه آزادی داره به ایران برمیگرده. من عذر میخوام یه نکته رو عرض بکنم در رابطه با دقیقاً مطالبی هست که شما بیان میفرمایید. بیننده‌ای پیام دادن، نوشتن که آخرین نفری که این دادگاه دستگیر محاکمه و مجازات کرد کی بود؟ چرا دلمون رو با این افسانه ها خوش بکنیم؟ و پیشتر بیننده هم تاکید کردن بر این که خامنه‌ای باید به دست ملت محاکمه بشه. سوال من دقیقاً اینه جناب منتظری گرامی، و اون این که در این شرایط به هر حال مردم خواستار دسترسی به علی خامنه‌ای برای محاکمه هستند،
لذا وارد بحث دوم و عنوان دوم برنامه میشیم. در این زمینه چه اشکالی داره که از دیگران کمک بگیرند در یک روند سیاسی و حتی نظامی واقع بینانه با حفظ منافع ملی که سرسپردگی نیست؟ شاید در جنگ 12 روزه کسانی میگفتن این سرسپردگی است و اون پولی رو که سپاه در سیاهچاله های قتل و کشتار و جنایت میریزه، یعنی پول مردم ایران رو، پول نفت رو، بر اساس اون یک چک تضمینی به کسانی بدن که وعده کمک به ملت ایران رو دادن. این موضوع تا چه اندازه میتونه از نظر حقوقی، از منظر سیاسی، از منظر نظامی و از منظر منافع ملی و مسائل انسانی شرافتمندانه و دقیق باشه؟ ببینید، بعضی از بسیار فلسفه زندگی بشر، بعضی از گفته ها شنیده ها، بعضی از در واقع به نتیجه رسیدن که چه چیزی غلط است، چه چیزی خوب است، چه چیزی وطن پرستی، چه چیزی وطن فروشی است، اینا رو زمان حال آینده انسان میتونه هر مبانی و تدبینی بهش داشته باشه. علوم اجتماعی، فلسفه زندگی بشر، اخلاق، ضد اخلاق. یک مطلبی که به حساب من اشاره کردم، همون فرمایشات مخاطب شماست، دلخوشی از این که علی خامنه‌ای رو در کتبسته ببرن فردا صبح لاهه، نه مطلقا من اینو نظر من نیست. منم با همین هموطن هم نظرم، فقط اون جایی رو بسیار بسیار های اهمیت میبینم وقتی که علی خامنه‌ای 8 تا 12 ساعت در روز اسمش و جنایت هایی رو که در طول 38 سال گذشته نفر اول و در 47 سال گذشته جزو 5 نفر اول سیاه روزی ملت ایران بوده، این دین فروش و فرومایه، این ژاژخواه خردخرد تاریک اندیش، وقتی که در فوکوس جهانی افکار عمومی قرار میگیره، من دنبال اینم، من یا به حساب هر کسی. آن چیزی هم که راجع به گفته های مایستو هست که برای پنجم ششم بار میگم، این بسیار بسیار های اهمیته. این سایه میندازه به آن چیزی که جلسه داووس، این سایه میندازه به افکار عمومی جهانیان. ایشون 20000 تا بالا رو ما 2 روز تا 3 روز طول کشید عدد اینترنشنال 12000 رو باور کنیم و هنوز در شک تردید بودیم. گفتیم یک رسانه است، شاید بهش اطلاعات به حساب ضد اطلاعات از ایران دارن و 1000 منبعی که به حساب فیک باشد و رفتیم بشر اون 5 دوره در واقع سوگواری و باور مصیبت رفتیم تو اولین مرحله که ناباوری است. ولی الان از 4 صبح وقت به حساب اروپای مرکزی به این طرف عدد از 20000 به بالا میزنه. در نتیجه اگر کمک خواستن، فریاد زدن، هوار کردن به حساب خیابان‌های چارگوشه جهان و به کمک طلبیدن، این جزء بدیهیات اخلاق است به نظر من. گذشت آن زمان که مثلا همینجا من در آن 30 مناظره برنامه یا بر پروژه شما و تیمتون داشتین، جالب بود، مخاطبان خیلی زیادی هم داشت، از اینکه مثلا یک نفر بیاید بگوید که من جمهوری خواهم، یک نفر مشروط خواه، سلطنت طلب، بعد بگویند که کی بی وطن است، بی شرف است. گذشت آن زمانی که در همین تلویزیون بیاید یک جمهوری خواهی که خودش رو خیلی هم رهبر بداند بگوید که به حساب توصیه کند، نصیحت کند که فرزندان و برادران سپاهی ما آن چیزی رو که این دشمنان 1000 برابر دشمن خارجی و خسارتی رو که من هنوز جرئت نکردم عدد دقیقی و یا ثانیه چند نفر رو از 48 ساعت بخوام بگم، برای من سخت، شاد برای خیلی از هموطنان یا کسانی که وظیفه اطلاع رسانی دارن. من در سینه خودم اینو حبس میکنم به عنوان یک کلمه که بار مصیبتیش تار و پودمو میلرزونه. در نتیجه گذشته، یعنی ما در یک فضایی هستیم انگار یک زلزله 8 ریشتر به بالای آمده، 48 ساعت اول طول میکشه که اون استکاکی که لرزشی که بوده، لرزش وجود تار و پود، بعد میماند بین خواب و بیدار، بعد میماند کابوس، به حساب رویا پردازی که ای کاش من از خواب بیدار نشم حتی اگر کابوس دردمندی. در این رابطه منتظری در این رابطه رژیم هم به شدت در جهت کنترل افکار عمومی خبرهای فیک و جعلی داره ایجاد میکنه. مثلا یک نهاد ناظر رسانه‌ای بریتانیایی گزارش داده که ویراستاران حامی رژیم جنایتکار علی خامنه‌ای جنایتکار، اینا کلمات من هست، در حال حذف
سوابق کشتار معترضان در ویکیپدیا هستند. یا مثلا اونطوری که صفحه فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در ایکس نوشته بی‌اعتمادی و نگرانی رژیم جمهوری اسلامی، که ما میگیم رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی علی خامنه‌ای، کشور ایران رو به حالتی از حکومت نظامی اعلام شده فرو برده و مبتلا کرده. و یا مثلا در گزارش هم اومده که رژیم علی خامنه‌ای شبکه‌های سیم کارت سفید و انتشار سرمقاله ها برای شکل‌دهی به افکار عمومی در خارج از کشور رو در دستور کار خودش قرار داده. و یا عراقچی در وال استریت جورنال نوشته که اعتراضات با وجود عناصر تروریستی داخلی و خارجی به خشونت کشیده شد و قطع اینترنت در جهت مهار این افراد یک امر ضروریه. اینها همیشه میگفتند که اگه مردم ایران گرسنند، اگه سختی‌های اقتصادی و تنگناهای معیشتی دارن، خدا رو شکر بکنید ای مردم ایران که امنیت دارید. این اصلا حرف دروغ عباس عراقچی جنایتکار رو بپذیریم، چشمامون رو بر حقیقت و واقعیت ببندیم، بگیم که این آدم داره راست میگه و درست میگه. علی خامنه‌ای رژیمش چه مسئولیتی، ارتشش چه مسئولیتی در قبال این سرزمین و مردم این سرزمین دارن که نیروهای تروریستی تا بدین اندازه نفوذ بکنند و فرزندان این سرزمین رو بکشند؟ واقعا چه باید گفت و چه روی کردی زیبنده و شایسته و درخور هست در برابر این جنایتکاران سیاهکار، تبهکار، دروغ پرداز، تزویرگر خوناشام؟ ببینید، به نکته بسیار اساسی اشاره کردید، آن این که صورت مسئله را عوض کردن، قلب واقعیت، تقیه خدعه، تسامح، تساهل، همه موجودی آخوندک ها و این فرومایگان و به حساب دین فروشان همینه. شما به عباس عراقچی اشاره کرده. عباس عراقچی ساعتی پیش در وال استریت مقاله سراسر تهدید و به تقابل با جهان دیگر، اون به حساب نیاز به ویترین حقوق بشری رو جمهوری اسلامی از خودش نمیبینه. میدونه که خیلی جاها بند و آب داد و کار از کار گذاشته. شوربختانه، متاسفانه، بدبختانه فقط عباس عراقچی نیست که سفیدشویی میکند، خونشویی میکند، پاک میکند صورت مسئله رو. من دیروزم سخت در واقع بر من تازیانه خورد. خیلی تعجب کردم. برتول برشت، شاعر پرآوازه آلمانی و فیلسوف آلمانی، ایشون میگوید احمق‌ها تعجب میکنن. من یک چیزی رو دیدم، اجازه میخوام که از شما و تلویزیون کلمه که دعوت کنید، چرا که ایشون اینجا حضور نداره ولی خب گفتارش در یوتیوب هست، دعوت کنید از ایشون که بیاد صحت سقم کلام منو یا از خودش دفاع بکنه. احمد زیدآبادی در کمال حیرت تعجب، من بعد از حدود شاید مثلا 90 ساعت از 102 ساعت 103 ساعتی که الان گذشته از اینترنت دیدم که ایشون یوتیوب به حساب برنامه رو دانلود کرده. حیرت کردم، گفتم مگه میشه ایشون نکنه از ایران خارج شده، نکنه اخبار ویژه‌ای داره؟ و کنجکاو شدم یوتیوب ایشون رو نگاه کردم، دیدم که حدود 1 ساعت قبلش یک برنامه رو ایشون به حساب اومده. در کمال حیرت تعجب دوستان عزیز، یعنی خونشویی که علی خامنه‌ای مأموریت میدهد حتی برای احمد زیدآبادی که هزینه ها در این که به حساب کشور داده به عنوان یک روزنامه‌نگار و سرآمد، البته از استمرار طلبان و اصلاح طلبان و خاتمیچی ها و ملی مذهبی ها، ایشون در کمال حیرت تعجب. من دیروزم گفتاری رو مثل پادکست در جوابی که چرس کنم نظر خودم رو دادم، از یک شعری شروع کرد، انگار که علی خامنه‌ای چرس کنم 3 فرزند 3 پسر ایشون جلوی خودش اون طرف دوربین پای چوبه دار نگه داشته و انگار که بند 209 زندان اوین، همون جایی که سالیانی یا جایی که در واقع تبعید بوده، یک استودیویی درست کردن که ایشونو در بین مرگ زندگی گذاشتن و آمد 24 دقیقه برای سفیدشویی، برای اینکه قلب واقعیت، برای که به دنیا چیزی این که خیلی وحشتناکه جناب آقای منتظری، این که خیلی وحشتناکه. محمد ابراهیم کیانی باشه. این فاجعه. اجازه میخوام چیپیدش رو بگم و از این موقعیت طلایی که استفاده کنم، من به عنوان یک هموطن و ایشون و قضاوت رو به
به حساب به مخاطبا و هموطنان بسپارم. از یک شعری، ایشون یک شعری رو خوند که شما به عنوان یک ادیب و خودتون دستی در شاعری و خط و هر آن چیزی که هنر ایران زمین هست دارید. ایشون از مولانا یک شعر خوند، خود شعر رو بخونم من چون روی کلام تک تک حروف کلمات و جملات ایشون کار کردم. گفته سخت خاک آلوده می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خوش کند، او که تیره کرد صافش کند. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. این مفهوم این ماجرا اینه که این ملت داغ دیده که عدد 20,000 به بالا رو بالاش هنوز ما نمیدانیم کشته شدن و احمد زیبدآبادی به عنوان نماینده به اصطلاح وجدان عالی بشریت در که همان رسانه ها هستن، به عنوان طیف نمایندگی که یک زمانی شرافت و وجدان و روزنامه نگاری و قلمش رو میگفتن قلم شرف و فرق داشت با مثلا شمس الله به حساب شمس الواعظینا، ماشاءالله شمس الواعظینا و خیلی های دیگه که خودفروشیشون به حساب کورس رسواییشون عالمگیر شده. ایشون میگه که آرزوهاش فرو ریخته، دو طرف از هم انسان زدایی کردن. یعنی آن ملت ما که با دست خالی رفتن حقشون رو فریاد بزنن، همسان به عنوان مقصر. هر دو طرف یکدیگر را قلقم کردن و تمام همغمشان این بوده که همدیگر را حذف کنن. وقتی که دو نیرو در مقابل هم شکل میگیرن دیگر امیدی نیست، در نتیجه آرزوهایش فرو ریخته است. ببین این همش بار معنایی داره. یک استاد دانشگاه دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران که 2 رشته تحصیلی درس خونده، بیش از 20-25 جلد کتاب داره، آن ادبیاتی رو که با وجدان راحت، من بیخوابی یا مثلا مورد شکنجه شدن یا قرص روانگردان اینا رو ندیدم. من اجازه میخوام یه نکته کوتاه عرض بکنم جناب منتظری عزیز که در واقع یک بیان و شرح ساده بر فرمایشات شماست و تأکیدی بر آنچه که در جان کلام شما وجود داشت و اون این که استمرار طلبش با اصولگراش فرقی نمیکنه. بدین شکل من یک فکت و گزاره عینی و تاریخی ملموس برای مردم ایران ارائه میدم و اون این که اگر روزگاری محمود احمدی نژاد این اعجوبه نظر نزدیک به علی خامنه ای، مردم معترضی رو که حتی برانداز نبودند دنبال رأی خودشون بودند، گفت یه مشت خس و خاشاک، مسعود پزشکیان نزدیک به اصلاح طلبان استمرار طلب بدتر از این گفت و چهره واقعی وابستگان به این رژیم رو نمایان کرد. اگر روزی محمود احمدی نژاد تصریح کرد به این که اینها خس و خاشاک هستن، این مردم به پاخواسته که خواستار رفتن حتی علی خامنه‌ای نبودند، فقط میگفتن رأی من کجاست، گفت اینها یه مشت خس و خاشاک هستند، وقاحت رو، بیشرفی رو، ضد انسانیت رو، ضد مرام ایرانی بودن رو، ضد ایرانی بودن رو مسعود پزشکیان به حد اعلا رسوند و گفت اینها تروریست هستند. بیشرافتی معنا و مفهوم واضحی داره، با هر نام و عنوانی که باشه، با نام و عنوان روزنامه نگار باشه، با نام و عنوان رئیس یک دولت باشه، مهر بیشرافتی علی خامنه ای بر جبین هر آن کسی است که طوری حرف میزنه که 1 ثانیه به تداوم حیات سیاسی این جنایتکار 2 قرن به فرموده شما در قرن 20 و قرن 21 کمک بکنه. اگه من اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید جناب منتظری. هزار البته درست میفرمایید. چرا من اینو به این مسئله اشاره کردم؟ شما از یک دختر شیردل شجاعدل اسطوره به حساب شرافت همصنف خودتون نام بردین، الهه محمدی. ایشون میگه که بعد از به حساب همون 270-80 ساعت نداشتن اینترنت در دفتر روزنامه هممیهن که توقیف شده است، همزمان شما تصور بکنید، همزمان آقای احمد زیبدآبادی توضیح میدهد که روزنامه بسته است ولی چون بهشون اینترنت دادن میتونه با ملت ایران و جهانیان راجع به این
به سابق دوره‌ای که گذشته صحبت کنه. این جملات و این گفتار و این مأموریت رو شما در نظر بگیرید با اون کلمات به کلمه‌ای که خون گریه میکند الهه محمدی میگوید برف میآید و تمام عمرش ندیده که این قطرات برف باعث لبخند شادی هموطناش و پایتخت نشینا و تهرانیا نباشه. با هر قطره برفی قطره اشکی جاری است. گفت اینجا فقط تهران بوی مرگ میده. ایشون استفاده کرد یک توییتی که بیش از 180-90 هزار بار آخرین بار دیدم رتوییت و دیده شده، ولی احمد زیدآبادی من به 3 نکته‌ش هم میپردازم. آیا این اجازه رو دارم یا شما میتونی رسما از ایشون دعوت کنید، چون که اسمش رو من آوردم. من گفتم که بخوام از شرافت و وجدان و حیثیت انسان ایرانی دفاع کنم و بگم که یه هوار آن به کلیپی رو که ایشون پر کرد از اینترنت سفید، مثل بیشرافتی خط سفید اینترنت، گفته‌هایی رو که داشته پشتش یک ماجرا و یک افیون چرس کنم یک حس مال خوریایی خوابیده. ایشون 3 نکته دیگر هم گفته حیرت انگیزه. همه این کشتار گذاشته به گردن ترامپ، به هوای ترامپ هموطنان بیرون آمدن و شروع کردن به حساب خیابان ها و آن تعرض ها و فلان. این خودش شرم تاریخی است. علی خامنه‌ای رو به حساب مبرا دانستن از آن چیزی رو که حداقل تا 2 روز آینده در جمعه جهانیان متوجه بخشی از این اسناد رسمی در آن شورای بزرگ 122 کشور شرکت داره. ایشون تعریف و بازتعریف داره. البته این تعریف و بازتعریف از معنای کلمه در لغتنامه دهقدا و لغتنامه آقای آریانپور یا دکتر مویی نیست. ایشون میگه عدم خشونت یعنی تو با عدم خشونت بری، هر چقدر هم که هزینه برات در خیابان صورت میگیره شما مجبور به پاسخ و خشونت نشی. میگه من اینو قبلا توضیح دادم. باز داره سفیدشویی میکنه و میگه جمله بسیار عجیب و غریبی، حق دفاع مشروع. میگه حق دفاع مشروع مشخصا برمیگردد به حق دفاع مشروعی که کشوری که اشغال شده باشد یا توسط نیروی دشمن و ارتش خارجی مورد اشغال باشد. من چی میتونم بگم و زبان قاصره. من به نظر من جناب منتظری عزیز، ضمن صحبت‌های شما که اتفاقا یک نیم اشاره هم به این موضوع شد، فکر میکردم که مثلا از کسی مثل احمد زیدآبادی بخوام که بیاد اینجا با من به عنوان یک خبرنگار، روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای حرفاش رو بگه و دلایل ما رو هم در برابر بشنوه در یک مناظره. ولی الان وقت مناظره نیست، وقت محاکمه علی خامنه‌ای است و ما با کف پا باید بریم اون بیشرفایی که طوری حرف میزنن، طوری برنامه میرن، طوری سخن میگن که کمک به علی خامنه‌ای است، میخوان مثلا جنایتی رو که علی خامنه‌ای در 18 و 19 دی ماه در 2 روز مرتکب شد بذارن به پای دونالد ترامپ، حتی بذارن به پای شاهزاده رضا پهلوی و دیگرانی که الان وقت یک دستی، همدستی و همبستگی هست برای عبور از علی خامنه‌ای جنایتکار. طوری حرف میزنند، طوری عمل میکنند و مسیری رو در پیش گرفتن که این 47 سال سیاه روزی برای ملت ایران نتیجه مثلا فعالیت یا عدم فعالیت سیاسی مثلا آقای رضا پهلوی هست. این واقعا خیلی وحشتناکه. مردم ایران از این مسائل عبور کردند. صحبت‌های پایانی شما رو جناب منتظری میشنویم، چون در 10 دقیقه باقی مونده میخوام پیام‌های بینندگان رو هم داشته باشم و متاسفانه تجهیزات فنی به ما این اجازه رو نمیده که با افتخار در خدمت شما باشیم. اما جنبندی شما، سخن پایانی شما رو با افتخار میشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم. از این که من با عصبانیت و پرخاشگری به این مطلب احمد زیدآبادی پرداختم، خب این ظرفیت نداشتم، عذرخواهم. به حساب رسانه‌ای نیست این برخورد. فقط من اینو مقایسه کردم. صحبت پایانی 1/100 این سفیدشویی رو در 7 جمله من با دوستان کرد ترکیه هم صحبت می‌کردم. اردوغان گفته ما با برادران همسایه‌مون پشت نمی‌کنیم و از این خزعبلات، یعنی نگرانی که جمهوری اسلامی فرو بریزه، 3,700,000 تا 4,500,000 نفر توریست ایرانی دیگر نیاید، بخش 70% مشتریای ترکیش ایرش بخوابه، ایران به یک سرانجام و قوام و دوام و امنیتی برسه. ولی ببینید که وجدان آگاه بشریت در آنجا
به حساب احزاب چپ رادیکال که موجود بودن، شخصیت‌های در واقع آزادیخواه، چیزی در حدود بیش از 300 بار 370 بار، آخرین مطلبی رو که من از یک دوستی که از برادرش در آنکارا و در ازمیر سال کرده بود درخواست تظاهرات شده که کمک و همیاری همدلی باشد این دو همسایه با هم دیگه، یعنی هر آن کسانی رو که در همسایگی ما هم هستن، ولی شوربختانه متاسفانه اردوغان در واقع اجازه پلیس به و شهرداری که با هم دیگه باعث اون مجوز تظاهرات رو صادر بکنن نداده، در نتیجه تظاهرات غیرقانونی اعلام کرده. اون که جناب آقای منتظری، آقای اردوغان که رئیس جمهور یک کشور مستقل هست، طبیعتا منافع خودش رو در نظر میگیره که شما اشاره داشتید به اون بحث توریسمی که میتونه در واقع اون درآمد رو و رفتن توریست های ایرانی به ترکیه رو در واقع به گونه‌ای الغا بکنه در یک ایران آزادی که بستر صنعت توریست واقعا درش فراهمه و رژیم آخوندی اون رو تباه کرده، نابود کرده، ویران کرده. ولی سخن من در رابطه با بیشرف‌های وطنی است که در داخل و خارج از کشور به گونه‌ای دارن حتی به نام اپوزیسیون جمهوری اسلامی سخن میگن که به حیات سیاسی ننگین و سیاه و پر از آر رژیم خامنه‌ای جنایتکار کمک میکنه. یک ثانیه قبل از این به حساب جنایت، ایران و دنیا و به حقوق بشر، وجدان، شرف، انسانیت اصلا ربطی به این هم وطن پرستی نداره، به قبل بر نمیگرده. به باور من خیلی از سرفصلایی بوده دنیا پس از 11 سپتامبر، دنیا پس از حمله صدام به حلبچه و دنیا پس از 6 روز، 6 روزی که دنیا را لرزان، اینجا باعث گفته بشه 2 روزی که دنیا را لرزان و دنیا پس و پیش از این واقعه وحشتناکی است که ما هنوز چش دوختیم ببینیم جمعه به حساب گزارشات مکتوب مستند چه خواهد شد که به حساب بیشتر جهان آگاه خواهد شد با آن چیزی که در طول آن 48 ساعت و 24-5 روز و این 3 ساعت و 302 ساعت نیم گذشته که اینترنت در ایران نیست گذشته. بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب منتظری گرامی از حضورتون در این برنامه. تحلیلگر و فعال سیاسی جمهوری خواه که ما رو همراهی فرمودید، نکات بسیار مهمی رو مطرح فرمودید، نکاتی امیدبخش، نکاتی که نشون میده مردم ایران در یک قدمی پیروزی هستند، چون خودشون به پا خواستن، خواسته روشن و مشخصی دارن، نقطه بی بازگشت و البته نقطه عطفی که در تاریخ ایران رقم خورد. نه برای علی خامنه‌ای راه بازگشت هست و نه برای ملت ایران. این راه یک طرفه، این جاده یک طرفه به سوی آزادی ادامه داره که با محاکمه خامنه‌ای و رسیدن مردم ایران به آزادی انشاءالله همراه خواهد بود. بسیار سپاسگزارم. با جناب منتظری گرامی خداحافظی میکنم. در کمتر از 10 دقیقه باقی مونده نگاهی داریم به پیام‌های شما بینندگان عزیز و گرامی. محاکمه خامنه‌ای، چک تضمینی ملت ایران به ترامپ، اون هم بدین شکل که مردم حاضرند در دفاع از منافع خودشون و برای رسیدن به آزادی اون کمک‌هایی رو که وعده داده شده هزینه‌اش رو از پول نفتی که به سیاه‌چاله‌های سپاه تروریستی سرازیر میشد و به یغما میرفت از پول نفت خودشون تأمین بکنن. کاربری بیننده نوشتن سلام استاد کیانی محترم. سلام